وه چه زیباست گلستان تنت. گویم ار پیش منو مگو دیگر که برو پیش زنت. بوره در یک محفل آوازدار شادروان سفر ایوبزاده محزون این غزل را خواند و باعث مذمت گشت. وه چه زیباست گلستان تنت، خواهم اعضای لطیفی بدنت. به ز فردوس بود باغ رخت، که شوم سیر ز سیب ذقنت. من که سر در بغلت بگذارم، آرامم در ته سرو چمنت. من که از بوی خوشت مست شوم، مست از رایحه یاسمنت. سوختم از شرر یک نگهت، مردم از نازت و بگریختنت. لولا داغ است دل از شوق تنت، همچنان کرته سرخ چکنت. آرزوی دلم از من مگریز، آفریده است خدا بهر منت. گویم ار پیش منو مگو دیگر که برو پیش زنت. که دوای دل محزون من است، لب لعل تو و لطف سخنت. بوره در یک محفل آوازدار شادروان سفر ایوبزاده محزون این غزل را خواند و باعث مذمت گشت. خاصه متصدیان ناراضگی اظهار کردند که او فحش از صحنه پیشنهاد ساخت. و من از این مناسبت متصدیان راستی گپ رهگم زدم، حیران شدم. ولی به هر حال به بزرگان مراجعت کردنی شدم که بفهمم اندیشه آنها چیست. پیش از همه دیوان لسان الغیب خواجه دلاگاه را به دست گرفتم که فال بزنم که او چی حدس میزند، او چی مصلحت میدهد و در این راه چی راه را به ما توصیه میکند. گشادم دیوان را و غزل زیر پیش نظر پیدا شد. زلف آشفته و خی کرده و خندان لبم است، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست. نرگسش عربده جوی و لبش افسون کنان، نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست. سر فراگوش من آورد و به آواز حزین گفت ای عاشق دیوانه من خوابت هست؟ عارفی را که چنین باده شبگیر دهند، کافری عشق بود گر نبود باده پرست. آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم، مگر از خمر بهشت است و گر از باده مست. خنده جام می و زلف گرهگین نگار، ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست. و شما چی بها میدهید؟ من گمان میکنم که خودی من جواب یافتم.